پایین رتبه ترین مامور دولت تابع قانون است و جناب لوی څارنوال صاحب و قاضی قضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی را در ما یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید. این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور محمد اشرف غنی در 4مین کنفرانس ملی سارنوالان بود. آقای غنی گفت که به استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی باور دارد و افزود که به همین دلیل نه خود در امور آن مداخله کرده و نه هم به دیگر اجازه مداخله را خواهد داد. با باور آقای غنی مداخله در سیستم عدلی و قضایی جرم است و لوی څارنوال حق دارد تا افراد مداخله‌گر را مورد تعقیب عدلی قرار بدهد. من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم. نه خود در امور عدلی و قضایی مداخله کردم، میکنم و نخواهم کرد و به دیگران نیز اجازه مداخله را در امور کاریتان نخواهم داد. هر نوع مداخله در تصمیم گیری عدلی و قضایی جرم است. ولوی څارنوال صاحب حق دارین کسی را که مرتکب جرم میشه محاکمه کنید. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که اختلافات سیاسی به هیچ وجه نباید روی امور عدلی و قضایی تاثیر منفی بگذارد و همچنان افزود که رهبران سیاسی کشور نیز باید از اصلاحات حمایت کنند. چندی قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و هدف پیگرد فساد پیشگان بزرگ تأسیس شد و به گفته مسئولین این مرکز محاکمه مفسدین و بررسی دوسیه های آنان در اولویت کاری این مرکز قرار دارد. آقای غنی در حال روی تطبیق قانون تاکید می کند که به اساس یک سروی جدید بین المللی افغانستان سومین کشوری است که قانون در آن تطبیق نمی شود. در این حال لوی څارنوال افغانستان می گوید که در این کشور اکثر مقامات و افراد سرشناس از قانون سرپیچی می کنند. اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه هست. ما این اطمینان را به مردم افغانستان میدیم که مبارزه با فساد را اول از خود آغاز میکنیم. مأمورین عالی رتبه، مقامات، او کسایی که از لحاظ موقف و از لحاظ جایگاه دست به ارتکاب فساد میزنن، در قانون شکنی هم متاسفانه امی کاتگوری شامل است. آقای حمیدی در ادامه گفت که پس از این هیچ فردی در افغانستان نمیتواند از قانون فرار کند و افزود که اگر مقامی در زمینه مداخله کند نامهایشان را فاش خواهد ساخت.